اعلان جنازه در مسجد جواز دارد و یا ندارد؟ نبی کریم صلی الله علیه و سلم درباره اعلان جنازه در مسجد آیا چیزی فرموده و یا نفرموده؟ علمای عصر ما، فقهای وقت ما درباره اعلان جنازه در مسجد آیا چیزی بیان کرده و یا نکرده؟ دوستای معزز و محترم، ویدیو ما را با دوستانتان شریک سازید و صدقه جاریه برای خود و برای مایان شوید. دوستای معزز و محترم، اعلان جنازه در مسجد جواز دارد و نبی کریم صلی الله علیه و سلم اعلان جنازه را خودشان نیز در مسجد انجام داده. یکی از صحابی ها به نام نجاشی وفات نموده بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلان جنازه ایشان را خودشان در مسجد انجام دادند. و فقهای عصر ما، علمای وقت ما، از جمله علامه مفتی محمد فرید رحمت الله تعالی علیه در فتاوای فریدیه عرض میکنه که اعلان جنازه در مسجد جواز داره، بنان هیچ مشکلی نداره.